اندی مددیان سراینده‌ی معروف ایرانی چند روز باز در جمهوری تاجیکستان قرار دارند. در ادامه این سفر برای او و هیئت دسته هنریش از جانب شرکت سیاحی سامان ترول و شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سیاحت داخلی شهری تشکیل کرده شد. 2019 افتتاح همین باغو کردن و یک جای مرکز شهر است. هم بسیار گردشگران میان اینجا تماشا میکنن. این نوروزی هم زیاده از 4000 گردشگر از ایران داشتیم، از ایرانیایی که از خود ایران اومدن، از امریکا اومدن، از اروپا اومدن. امسال هم با فکر ما تقریبا ممکن زیاده از 10000 گردشگر بیاد. شهرداری همچون آماری دارد و میخواهد مثلا آمادگی ببیند که برای امسال 4000 اومدن، هتل‌ها اصلا پر بودن. در دوره این خط سیر سیاحی ستاره مشهور اندی نخست از باغ کوروش کبیر دیدن کرد. در اینجا او مجسمه و استوانه کوروش کبیر را تماشا و تأثیرات رنگین خود را بیان داشت. به مهمانان اطلاع داده شد که 6 نوامبر در اجلاس 43 کنفرانس گنرالی یونسکو قطعنامه تحت عنوان استوانه کوروش اعلامیه ابتدایی حقوق گوناگون رنگی فرهنگی قبول گردید. قطعنامه اهمیت تاریخی و معنوی استوانه کوروش را همچون یک از نخستین سنت‌های بشردوستانه که ارزش‌های آزادی وجدان، احترام به گوناگون رنگی فرهنگی و همزیستی آسایشته را ترغیب می‌نماید تاکید می‌سازد. قبول گردیدن سند ذکر شده به تحکیم ارزش‌های عمومی بشری، گسترش همدیگر فهمی میان تمدن‌ها و مساعدت بر رشد مکالمه فرهنگ‌ها در دایره یونسکو سهمی ارزنده می‌گذارد. قطعنامه مذکور با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده از جانب کشورهای اعضای سازمان جانبداری یافت. پرزیدنت همیشه میگه موسیقی، رقص، شادی کاملا درسته. واقعا یکی از مهمترین شخصیت‌های دنیاست که موسیقی و شادی رو و خوشحالی رو برای مردمش ترویج می‌کنه. در ادامه اندی مددیان سراینده معروف ایرانی از نمایشگاه مشترک تاجیکستان و ایران که در دیگر گوشه باغ کوروش کبیر همچون کوچه موسمی سیاحی عمل می‌کند بازی کرد. او با محصولات هنرمندان هر دو کشور شناساده با هوادارانش از نزدیک واخورد. در کوچه سیاحی کوروش کبیر همروزه برنامه‌های فرهنگی، نمایش و فروش محصولات هنرهای مردمی، خوراک و خورش‌های لذیذ، شیرینی‌ها و آب‌های تشنه‌شکن جانب‌ها، بازی‌های شوق‌آور ورزشی و ذهنی، آزمون و ویترینه‌ها، بازی‌های سیرکی، نمایش تئاتری، گوشه عکسبرداری با لباس‌های ملی و دیگر چهارمین‌های فراغتی گذرانده می‌شود. اقدام مذکور که با تشبث شرکت سیاحی سامان ترول، سیاحت دیار و شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه عملی گردیده است، می‌تواند در آینده بهر تشکیل کوچه سیاحی دائم و عمل کننده در پایتخت کشور زمینه مساعد را فراهم آورد. کوچه موسمی با تشبث به واسطه شرکت سیاحی سامان ترول و شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه افتتاح یافت و همه روزه برنامه‌های رنگین فرهنگی هنرمندان تاجیکستان و ایران در این صحنه برگزار کرده می‌شود و امروز با تشبث شرکت سیاحی سامان ترول و شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ستاره مشرق زمین اندی مهمان اینجا شدند و همه روزه هنرمندان معروف و سرشناس تاجیکستان و ایران در اینجا برآمد میکنند. همه شما رو به تماشای این برنامه‌های فرهنگی فراغتی و کوچه موسمی باغ کوروش کبیر دعوت میکنیم. سپس هنرمند بالا سلیقه جهانی اندی و هیئت همراهانش از مجموعه محتشم کاخ نوروز دیدن کردند. به مهمانان اطلاع داده شد که مجموعه فرهنگی فراغتی کاخ نوروز از 5 آشیانه عبارت بوده در 40000 متر مربع دامن گسترده است. کاخ مذکور که در آفریدن آن 4000 استا از تمام منطقه‌های تاجیکستان سهمی ارزنده گذاشتند با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساخته شده است. کاخ نوروز دارای 15 تالار میباشد که زراندوز، گلستان، دیدار و ارژنگ کلانترین آنها به شمار میروند. از جانب راهبردان این مجموعه به مهمانان دایره همه تالارها معلومات مفصل داده شد. من افتخار میکنم وقتی میبینم. به نظر من این یکی از زیباترین تالارهایی که ما بیشتر دنیا رو رفتیم و دیدیم. این یکی از زیباترین تالارهایی که من تا حالا دیدم. از شرکت سامان ترول تشکر میکنم که امروز ما رو تور دادن در شهر دوشنبه و رفتیم از نزدیک جاهای به این زیبایی رو دیدیم و از تمام هموطنان تاجیک تشکر میکنم برای سالهای سال که موسیقی منو گوش کردین و هر بارم اومدم اینجا با عشق و علاقه اومدین منو از نزدیک دیدین و من خوشحالم. وقتی رفتم آمریکا حتما به همه میگم که تاجیکستان چقدر
جای زیبایی، مردم خوب و مهربون داره و همه باید بیان اینجا رو ببینن. مجمع کوخی نوروز اثری مکمل، بازیافت ایجادی دهها هنرمندان اصیل، احیای هنر و عنعنه‌های والا و گوناگون جبهه ملت تاجیک و معرفی صنعت معماری تاجیک دانسته می شود. این مجمع با حشمت و زیبایی خود چون معجزه معاصر معرفی گردیده به قطار 8 معجزه سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شده است. کوخ با صنعت والای تاجیکی، گچکاری، آینه بندی، نقاشی، کندل، کندکاری، سنگتراشی و چوبکاری هنرمندان تاجیک آرای یافته است که مهمانان را شیفته ساخت. تاجیکایی که اینجا میبینم با هم مثل یه خانواده دارن زندگی میکنن و این امید خیلی خوبیه که ما یک کشوریم، یه دونه سابقه داریم، ما بچه‌های کوروشیم، همینطور که الان دیدیم لوحه کوروشو. مهمانان سپس با مقصد شناسایی با تاریخ بای و غنی خلق تاجیک آثارخانه ملی تاجیکستان را تماشا نموده از فرهنگ گذشته ملت تاجیک برخوردار گردیدند. آثارخانه ملی تاجیکستان چون دستاورد مهم و فرهنگی دوران صاحب استقلالی مملکت در کار پرشرف گردآوری، آموزش، نگهداری، تشویق و ترغیب یادگاری‌های تاریخی و آثار مادی و معنوی خدمت می‌کند. اندی مددیان از تماشای تالارهای نمایشی و شناسایی بیشتر با تاریخ کهن و فرهنگ پرقنوات ملت تاجیک اظهار خوشحالی نموده تأثیراتش را در کتاب مهمانان فخری آثارخانه ملی تاجیکستان بیان داشت. باید گفت که تشریف چنین ستاره‌های مشهور عالم صنعت، سینما و فوتبال برای معرفی مکان‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحتی کشور زمینه مساعد فراهم می‌آورد، زیرا هر یک عکس و نواری که آنها از تاجیکستان ثبت نموده در صفحه‌های اجتماعی خود می‌گذارند از جانب میلیون‌ها استفاده برنده شبکه جهانی اینترنت دیده و خوانده می‌شود و این وسیله مهمی می‌گردد برای جلب گردشگران جهان به تاجیکستان بهشت‌آسا. حافظ محمد علی، محمد نبی میرزا رحیم، شهر دوشنبه، جهان‌نما.